خداوند جل و علا خود در سوره بقره می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. وقتی خداوند جل و علا درباره ماه مبارک رمضان میگوید این ماهی هست که در آن قرآن نازل شده است. پس قرآن در جایگاه و مقام این ماه مبارک رمضان می افزاید. یکی از سبب‌هایی که با برکت شده است، یکی از سبب‌هایی که نزد پروردگار جل و علا بسیار ارزشمند است، علما گفتند که این سببش در همین است که در این ماه قرآن نازل شده است. برادران عزیزم، شما می‌دونید که قرآن نام‌های زیاد دارد. بعضی‌ها تنها با قرآن می‌شناسند. علما گفتند که قرآن زیاده از 50 نام دارد. و قسمت دیگر از علما گفتند که اگر صفت‌های قرآن را بگوییم از 80 و 90 هم می‌گذرد. پس بیایید مشهورترین نام‌های قرآن را می‌گوییم و امیدوارم که از آن استفاده نیک بریم. اولین نام مشهورترینش قرآن است. قرأ یقرأ قرآنا، یعنی بسیار خوانده شده. خداوند جل و علا در سوره اسراء آیه 9 می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. ان هذا القرآن، و درستی که این قرآن یهدی للتی هی اقوم، هدایت میکند بر راه درست‌ترین و راست‌ترین انسان‌ها را هدایت میکند. یعنی ما از این آیه درک میکنیم که هر کسی که راهنمای خود را قرآن گرفت و به قرآن عمل کرد و به قرآن زندگی کرد، در حقیقت او نجات یافته این دنیا و آخرت است. دیگه نام مشهورترینش برادران عزیزم این کتاب است. دومین سوره قرآن را وقتی ما تلاوت میکنیم و شروع میکنیم سوره بقره را، خداوند جل و علا چنین میگه الف لام بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه، این کتابی هست که در آن هیچ شکی نیست. هدی للمتقین، راهنما برای پرهیزگاران است. و سومین نام قرآن برادران عزیزم این فرقان است. فرقان چی معنا دارد؟ فرقان چی معنا دارد؟ بین حق و باطل جدا می‌اندازد، جدا می‌کند. ما را راه نور، راه هدایت، راه راستین، راه عدل را نشان می‌دهد. یعنی نور را از تاریکی جدا می‌کند. فرقان یعنی جدا کننده بین حق و باطل. خداوند جل و علا در سوره فرقان آیه 1 می‌فرماید تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارک با چند معنا میاد در قرآن. پربرکت است آن ذاتی که فرقان را بر بندگان خود نازل کرد، یعنی قرآن را بر بندگان خود نازل کرد. چهارمین نامی مشهورترین قرآن این ذکر است، بسیار یاد شونده. خداوند جل و علا در سوره حجر آیه 9 می‌فرماید إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما خود قرآن را یعنی ذکر را نازل کردیم و حتما خود نگهبان آن خواهیم بود. یکی از معجزه های قرآن برادران عزیزم این است که زیاده از 1400 چند سال است که هیچ تغییراتی در هیچ یکی از حرف‌های قرآن شده نیست. این خود معجزه هست و هیچ کس نمیتواند آن را تغییر بدهد.
هیچ کس نمیتواند آن را تغییر بدهد. این معجزه قرآن است، برای که خداوند خود در قرآن گفته است که ما قرآن را نازل کردیم و ما آن را حفظ میکنیم از تغییرات، از اضافه کنی، از کمشوی، از همه این تهدیدها ما او را حفظ میکنیم. ما وقتی تاریخ کتاب‌های آسمانی را میخونیم، مخصوصا تورات و انجیل، میبینیم رسما انجیل زیاده از 300 بار تغییرات و علاوه ها در آن جای شده است. یعنی یک شاهی می آمد، یک سروری می آمد یا یک پادشاهی می آمد، حتما با میل خود همون کتاب آسمانی را تغییر میداد. یکی از شاخه های ایمان برادران عزیزم، باید ما ایمان داشته باشیم به تمام کتاب های آسمانی، قرآن، تورات، انجیل، زبور و دیگر صحیفه هایی که به حضرت شیس و دیگر پیامبران فرستاده شد ما ایمان داریم. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله. ما ایمان داریم که از جانب خداوند جل و علا این کتاب ها فرستاده شدند، اما ما میدونیم و یقین کردیم که این کتاب ها در آن تغییرات و علاوه ها جای شده است. بر آن اطاعت کردن، بر آن فرمان برداری کردن و از آن نگاه کرده زندگی کردن نادرست معنی است. دین اسلام همه کتاب‌های پیشینه را که در آنها تغییرات شدگی هست، علاوه ها شدگی هست، کمی ها شدگی هست، همه آن را منع کرد، اطاعت بر آنها. تنها دین پاک، دین اسلام را ما باید پیروی کنیم. هدی للمتقین. و پنجمین نام مشهور قرآن برادران عزیزم هدی، یعنی راهنما هست، للمتقین، برای پرهیزگاران. پس برادران عزیزم، ابن مسعود رضی الله عنه، این صحابه کرام، میگوید که ما وقتی قرآن میخوندیم از 10 آیت زیاد نمیگذاشتیم، آن را حفظ میکردیم و آن عمل میکردیم و سپس در آیت دیگر میگذاشتیم. بیایید کوشش زیاد برای تیزتر تمام کردن قرآن، تیزتر ختم کردن قرآن نکنیم. کوشش نکنیم که تیزتر از زیاد کنیم. باید شوق و ذوق و تمام مهنت ما در چی باشد؟ در فهم قرآن باشد. وقتی ما از فهم قرآن دور ماندیم، از معنای قرآن دور ماندیم، دیگر هیچگاه با قرآن زندگی کردن نمیتوانیم، هر چند شیرین بخونیم. و در اخیر دعا میکنم که خداوند جل و علا همه روزه های ما و شما، ختم های قرآن را و تمام دعاهای ما و شما را قبول گرداند. گذشتگان همه ما و شما و اهل اسلام را رحمت و مغفرت، قبرهایشان را با نور قرآن منور گرداند. بیماران ما و اهل اسلام را شفای کامل عاجل نصیب گرداند. پروردگارا استقلالیت و وحدت و آرامی و آسایش این ملت سرزمین را ابدی و همیشگی بگردان و عاقبت آخرت همه ما را نیک کن. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. پروردگارا ما را زندگی کردن با قرآن نصیب بگردان برحمتک یا ارحم الراحمین.